مطمئنم باورتون نمیشه کشوری وجود داشته باشه که یه دلغک توی انتخاباتش رأی بیاره و خرید و فروش اسلحه هم توی اون آزاد باشه. پس پیشنهاد میکنم توی این ویدیو همراه من باشید تا با این کشور و حقایق جالب و عجیبش آشنا بشیم. برزیل، کشوری که توی اون همه با استعداد فوتبال توی خونشون زاده میشن. اما این تنها دارایی و نکته جالب برزیل نیست. و امروز توی این ویدیو قراره با عجیبترین و جالبترین دانستنی‌های کشور برزیل آشنا بشیم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین، چون موارد گفته شده یکی از یکی باور نکردنی ترن. درود، امیدوارم عالی باشین. برزیل پنجمین کشور پرجمعیت جهانه و توی این کشور یک روز خاص برای برهنگی کامل دارن که توی برخی از ساحلاشون اجرا میشه و برای اینه که هم خودشون یه روز جالب داشته باشن، هم به توریست‌ها و گردشگرا یه تجربه فرهنگی منحصر به برزیل رو منتقل کنن. اما به اشتباه برخی جاها گفته میشه که برهنگی در ساحل‌های برزیل دائما آزاده و من باید بهتون بگم که اینطور نیست و فقط یه روز خاصه و بقیه روزها داشتن لباس مخصوص شنا کاملا الزامیه. توی برزیل خرید و فروش اسلحه آزاده که باعث شده یکی از بالاترین آمارهای قتل و کشت و کشتار رو داشته باشه، به طوری که توی هر 10 دقیقه یه نفر میمیره. نکته جالب بعضی زندان‌ها توی برزیل اینه که زندانی‌ها میتونن با رکاب زدن و کمک به تولید برق میزان حبس خودشون رو کاهش بدن که با توجه به درصد بالای جرم توی این کشور ایده خیلی خوبیه. برزیل یه جزیره هم داره که ورود افراد غیر نظامی به اون کاملا ممنوعه. اونم به خاطر اینه که توی این جزیره به قدری مارها پرورش پیدا کردن که هیچ کسی اونجا زندگی نمیکنه و جزیره اختصاصی مارها شده. برزیل پوشش گیاهی قدرتمندی به خاطر وجود جنگل آمازون داره و بزرگترین تولید کننده قهوه توی 150 سال اخیر جهانه. سال 2017 موفق شد حدود 2,600,000 تن قهوه تولید کنه که واقعا باور نکردنیه. به دلیل اینکه خوردن شیر مادر یکی از نیازهای اصلی نوزاده، توی برزیل برای نوزادهایی که مادرشون نمیتونه بهشون شیر خودش رو بده، شیر مادر توزیع میکنن تا اونا هم بتونن از شیر مادر تغذیه کنن. قبل از اینکه بریم سراغ ماشین‌های عجیب و غریب برزیل، حتما این ویدیو رو لایک کن و تا آخر ویدیو همراه من باش. نکته عجیبی که در مورد ماشین‌ها توی برزیل هست اینه که خیلی از اونها با اتانول کار میکنن که از نیشکرهای کشور خودشون به دست میاد و یکی از بهترین جایگزین‌ها برای سوخت فسیلیه و به محیط زیست کشورشون خیلی کمک میکنه. توی برزیل هیچ بیلبورد تبلیغاتی نیستش و اون هم به خاطر اینه که اونا معتقدن بیلبوردها حواس راننده‌ها رو پرت میکنن و احتمال تصادف و حسابی بالا میبرن. این کشور حدود 215 میلیون نفر جمعیت داره که 11 میلیون اون رو دخترهایی با نام ماریا و 5 میلیونش رو پسرهایی با نام خوزه تشکیل دادن که رایج‌ترین اسمها توی کشور برزیلن. این کشور فرودگاه‌های خیلی زیادی داره و بعد از آمریکا با بیش از 4000 فرودگاه در رتبه دوم کشورهای پرفرودگاه قرار داره. بعد از ژاپن، برزیل بیشترین تعداد ژاپنی رو توی خودش جا داده که بخش زیادی از 1,600,000 نفر ژاپنی برزیل طی سالهای 1926 تا 1941 واردش شدن. قبل از اینکه بریم سراغ قانون عجیب برنزه کردن توی برزیل، بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین تا با اتفاق عجیبی که توی انتخابات برزیل افتاده آشنا بشین. قانون جالب دیگه‌ای که توی برزیل هست اینه که سالن‌های سولار ممنوع و غیر مجازن، به خاطر اینکه این سالن‌ها رو مضر میدونن و بهتر از آفتاب گرفتن توی ساحل برای برنزه شدن استفاده کنن. برزیل جاذبه‌های گردشگری زیادی داره که یکی از معروف‌ترین هاش مجسمه آزادیه که هر ساله کلی توریست به برزیل جذب میکنه. اما نکته جالبش اینه که چند تا کشور از جمله پاکستان، مالزی، تایوان و حتی چین یه نسخه کپی از این مجسمه رو توی کشور خودشون ساختن. قبل از اینکه بریم سراغ اتفاق باور نکردنی انتخابات برزیل، حتما توی کامنت ها بهم بگو به نظر تو کدوم نکته عجیب‌تر بود و خوشت اومد. و اما برسیم به عجیبترین اتفاق انتخابات برزیل که مربوط میشه به رأی آوردن یه دلغک به نام مستعار تیریریکا که با بیش از 3,100,000 رأی توی انتخابات اول شد و 2 برابر رقیب خودش که قبلا شهردار ریو بود رأی آوردش. این مورد به دلیل ناامیدی مردم از چهره‌های سیاسی و مشخص شدن فسادشون بود. تا سفر به کشور بعدی، نقطه سر خط.